من наркоманный туем, بتیت دوزم наметм дозата. نمیتا دوزم مخلصون قدم قطعان تویو محفلو خونه دعوت نکردیم. خونه دعوت کردم. شاوده فرق نداره شب امروزه فیروز کردم مو باید وقتی پیون باشه دیگه برادر بودنش فراموش میکنه. شاوده باشه اگر خیلی پیونش نگو که میکشتم. در نقشه باشه دیگه بس کردم تو بس کردی. یک اوپل مده نمیخری برای شما اگر شما از ریختن موی سر اذیت میکشید یا اینکه ریشتان رو زیاد کردن میخواهید، در بدن شما سفید شوی پوست به نظر میرسد یا اینکه خود را فربه یا خراب کردن میخواهید، پس به شما گیاهای طبیعی صاف سودا کمک میکنند. دستافکا به مسکو و سنت پترزبورگ و دیگر شهرهای روسیه. رقم ها در زیر نوار و روی اکران. سلام بینندگان عزیز، مخلصان برنامه 10 شرط از کانال توجیکوم گروپ. مهمان نوبتی برنامه ما هستند آوازخوان خوش صدا، بانوی واقعا هم زیبا، گلدانه بانو، گلدانه علیارزاده. گلدانه بانو شما را با برنامه 10 شرط سراول خوش آمدید میگوییم. سلام باشه و تشکر میکنیم که دعوت ما رو پذیرفتید و به برنامه ما تشریف آوردید. و شما برنامه ما رو گمان میکنم تماشا کرده اید، طریق اینترنت دیده اید. خب شرط برنامه ما همین است که 10 قطیچه اینجا جایگیر شده است. در هر قطیچه یک شرطی جای دارد. شما هر قطیچه رو به نوبت گرفته شرط ها رو کوشش میکنید که اجرا کنید. و اگر که شما از عهده انا همین 10 شرط به خوبی برآمدید، از جانب برنامه ما به شما 200 سومانی تحفه کرده میشه. اگر آماده باشید سراول به مخلصان گفتنی دارید میشنویم، بعدا برنامه رو شروع میکنیم. سلام خود رو به همه مخلصان عزیزم میرسونم. تشکر که ما رو به برنامه اختون دعوت کردید. سلامت باشید، بار دیگر خوش آمدید. اگر آماده باشید برنامه رو شروع میکنیم. مرحمت شرط اول قطعه رو میگیریم، سوال رو میخونیم و اجرا میکنیم. مرحمت من به شما اینجا کمک میرسونم. من گرفته خودتون خوانید که مخلصان باور کنید. خونده میتونید آخیره بلند خوانید. خودت رو تعریف کن. بله خودتون رو تعریف کنید. خیلی سراینده رو تعریف کردن رو دوست میدارند که من یکون برنامه دا یکون مرا چند برنامه ما رو از طریق یوتیوب کانال از اینترنت دیدین. یکون جدا من تعریف نکردم، من تعریف دوست نمیدارم. برنامه رو تعریف میکنید. تعریف مجبور هستی تعریف کنید. من نمیدونم شما میگین که من بهترین حافظه هستم، آواز خوب دارم، من زویزده هستم. همه نمیدونم چگونه تعریف میکنیم. من تعریف کردن نمیتونم، برای که تعریف یک کس دیگه میکنم. یعنی خودتون رو تعریف نمیکنید؟ نمیدونم. همین خیلی بشه شما از 20 سومانی محروم شدید. شرط اول رو اجرا کردن نتوانستید. شرط دوم رو میبینید. یعنی گلدانه بانو خود رو تعریف کردن نمیخواهد. با یکون سراینده زنگ زنید، با او اظهار محبت کنید. بله با یکون سراینده مرد زنگ میزنید، البته با مرد، و با او اظهار محبت میکنید. حقیقتا دوست داشته باشم یکی برست مهم نیست. مهم این که شرط برنامه ما است که با یکون نفر زنگ میزنید، با او اظهار محبت میکنید. او بینندگان عزیز به شما یک نکته رو قید کردنی هستم که برنامه ما سوال ها قبلا آماده کرده نمی شود. حتی هنرمند درک ندارد، نمیداند که در این قطعه ها کدام شرط ها هستند و این زمان دلخواه به یکون سراینده زنگ زده با او اظهار محبت کنید. اینجا سراینده ها بسیار هستند. با قدم زنگ نمیزنید. با قدم
با قدم زنگ از روی میزنم. بعضی معلومات شما گویا که معشوقه و زن دومی قدم قربان نه است. نه 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 زن نمید این الک یکون جدا نه شده نه مشوقه نه پروستو آه. برای پیار کردین خطونه نه پیار نه پروستو گفتم که مخلصا چقدر قبول میکرده باشن که من مقصد زنی به جای قدم قربان هستم یا که عروسش هستم. خیروز شبگین قدم قطعی خورده نه قدم قطع چند توی و محفل ها خانه دعوت نکردیم؟ خانه دعوت کردم. شوده فرق نداره شب امروزه فیرات کردم مو باید برای مکو برادره به خدا پروستا خود ما گفتیم که یه زنی به جای وقتی باید پیون باشه دیگه برادر بودنش فراموش میکنه شوده باشه اگر خیلی پیونش نگو که میکنم به نام الله قدم قربان برای مکو برادره همه مخلص شم خیلی گپ نیست پروستا ما گفتیم که یه زنی به جای قدم قربان عروسی قربان که مردم چقدر قبول میکنه خلاصه به قدم زن نمیزنید قدم قربان برای ما همچون فرزندی پدر است مثل برادر ما پروستو هم خیلی با دیگر هنرمند زن پرتفتیم که کنی از مردم تلفن شما چه ما را قبول میکنن ما چی میگن که ما را حقارت میکنن دشنا میکنن قدم ما حقارت میکنن این خیلی گپ بین هر نیست دوتون حقارت کردن در تو تمام ما قدم قربان قدم فرزندی پدریم تمام و نایم جون سیدالی زن میزنی سر محبت نکنی نمی ترسین که وای زن دارد اویله دار است نیم زنش ده اویلش ده کاردار نیستم خودش ده کار داری هم تلفن رو میگیرم یک باری به زن میزنیم اکثر هنرمندان تلفنشون با قول مشتری خاموش کرده شد و یا بیرون از منطقه شبکه فعالیت شاید متاسفانه تلفنش خاموش و صحبت هم نشده شرط دیگر رو میگیره شرط من به حد وزنی است آخران بار با کدوم دوست داشتتون ماشین خریدید آخران بار با کدوم دوست داشتتون یعنی با یگون مرد کدوم نمودی ماشین خریده بودید برای که ما میدونیم که شما با چند نفر ماشین خریده اید در نقشه باشه دیگه بس کردم تو بس کردی یک اوپل مده نمیخری برای شما زیب نکسی اوپل همه شود شما زیب لکسوس داره لکسوس مفتنید که لکسوس هتون رو نصیب شرط دیگر رو میبینیم آوازی گربه کنید آوازی گربه رو میدونید ها؟ شک وقتی که گربه ها جنگ میکنن شنیده؟ برو اومدم ها؟ گربه ها جنگ میکنن هم خیلی آوازی بدقه شما آواز گربه کسلی کردین آواز گربه جنگ میکند با قهر دو گربه جنگ رو دیده؟ جنگ شو نمیدونم من های آواز گربه نیاو تمام من قبضه میشه شرط دیگر رو میبینیم چگونه که میبینیم مخلصان عزیز از 4 شرط علاقه 3 شرط رو اجرا کردن 4 مصره رپ خونید 4 مصره رپ گوش میکنید؟ بله مخلصی کدام رپ پریست هستید از توجیکان؟ مخلصی بخشت 4 بهرام که بهرام رپ پریست بهرام است؟ چقدر بهرام نیسته بهرام یا بهرام؟ بهرام باز کی؟ من ارکمانی تویم ایرا کی میخونه؟ ایرا ازیگ من ارکمانی تویم بتیت دوزما نامتم دوزتا
نمیتدوزم مخلصان. اما شکستگی ما در دوز پوزن نیست. ما مخلصان وفشی عزیز. نمیشکنم. وفشی نمیشکنی. وفشی من نمیشکنم. ترمیناتری. بله. Audio Jungle. مخلصان عزیز، چگونه که شما دیدید گلدانه علیارزاده از عهده این شرط خیلی خوب به خوبی برآمدند و شرط دیگر رو میبینیم. ما میگیم که با گلدانه علیارزاده نرکمنی مرد است. سه نمود خنده. خنده مجبوری. 3 نمود خنده مجبوری کنیم. ایسا خنده نگمد. شروع بخند. بلند بخند. بس خنده بودن. انا میشنه کرم میگه فیروزه حفیظ وکده. قبول است. شرط دیگر رو میبینیم بینندگان عزیز. چگونه که شما دیدید از عهده 5 شرط به خوبی برآمدن، همگی یک شرط رو اجرا کردن نتوانستن. زبانتون رو و بینیتون رسون. بله. ما فکر میکنم که شما از عهده میبرید. زبانتون هم میبرونید. شکرانه خدا زبانم همه وقت دراز است. در جای بشنم نیکی متاسفانه حوزی در آینه نمیتونم. در آینه نیابان مرد 100 کس تماشا میکنن چه خیلی من نیکی میتونم تا ایجاره میارم. خیلی بار کوشش کنید برای مخلصای برنامه ما. من میدونم که شما زبانی با گفت خودتان زبانی زیبایی دراز داره. نه نکنی. شرم میکنم. شرم دارم. از چیز سامانی محروم شده. یک زبانتان رو به بینیتان میرساندید صاحب سامانی دیگر میشدید. نمیکنید؟ نه. معنی شرط دیگر رو ببینیم. یک سرود هندی با رقصش. سرود هندی میخونید و رقص میکنید. دلبل 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 هی دلبل. رقص هندی است که نشسته میخونید یا اینکه خسته؟ نشسته بهتر است. دلبل هی مینیو خمیشه بابا. شما نه گفتید سرود نخونده. نیت عوضی خسته گلونم خسته مخلصانی عزیزم. به هر حال به خاطر رقص‌های زیباتون ما این شرط رو قبول میکنیم و شرط دیگر رو میبینیم. خب بینندگان عزیز شرط 9 رو گلدانه بانو میخواند. به شبنم ثریا تقلید کنید. با ستاره استراد تاجیک مشهورترین بانوی تاجیک شبنم ثریا تقلید کنید. شاید یگان سخنرانیش رو، شاید سرودخوانیش رو، شاید رقصش رو عموما با شبنم باید که شما تقلید کنید. شبنم خودش یگانه است. برای وی یگان قصیده نمیتونه، تقلیدم کردن نمیتونه. همه یک چشم در محقله. بله نگو. این شرط رو قبول میکنه میراب. Audio Jungle. اجرا کرده تونست یا نتونست؟ پراتر. خیلی 10 سامانی حساب میکنیم. چخه؟ بله میگه چخه؟ رقص شبتانی کرده. یگان دیویژنشه. قبوله؟ آخران شرط 10 قطعه رو میگیریم و شاید من گلدانه بانو میخواند. با رقص شکیره. با رقص شکیره تقلید کنید. میشناسیدن شکیره را؟ سرودش نگه نامه سعی کردم. سرود چند نمیخونید؟ خیلی
рақсҳои Шакира бениҳоят аҷиб ҳастанд. Дар Тоҷикистон фақат мино тақлид мекунад, боз қоилам намешавад, мегӯяд мо ба ӯ тақлид намекунем. Аз ҷотон мехезед. имконият бошад ки чарх мезанем бо Шакира беҳад аз пешаш қафоша бисёр нишон метиҳад. кош ки ба наимҷони Саидалӣ не ба ман занг мезаде. хоб хеле олӣ. фикр мекунам ки Гулдона Бону аз иҷрои 8 шарт ба хубӣ баромаданд. ай 10 шарт аз 10 шарт 8 шартро шумо иҷро кардед. чӣ чӣ бо айзар бубром мара тариф шумо мехоҳед ҳамин 200 сомониро пурра гиред? бале ҳамин забонатонро дар биниятон нарасонде. ғаймонӣ қадар кори душвор набуду. камера набоша мерасоне на? бале худатонро таъриф кунед гуфтем таъриф накардед. худамро чӣ таъриф кунам мардум медонам ман киюм таъриф чиюм накардед. вале ба таърифа нашидам охир ма таъриф кунам кай ба таърифа мешавед? ба таърифа нестам таъриф карда наметунам мардум шумо қадар бонуи зебо сурудаи хуб мехонед, мана рақсҳои аҷоиб кардед, ба чанд нафар тақлид кардед ва шумо аз иҷрои 8 шарт ба хубӣ баромадед. соҳиби 160 сомонӣ аз барномаи 10 шарти сомонаи Тоҷикон груп шудед. ва бори дигар ба шумо ташаккур мегӯем ки даъвати моро пазируфтед, дар барномаи мо ширкат варзидед ва дар охир ба мухлисон ба бинандагони барномаи мо чӣ гуфтанӣ аст? таманниёти шумо ба мухлисон. таманниёти ман ба мухлисон гуфтаниам ки мухлисони азизам лайка фаромӯш накунанд. хоҳиш мекунам лайк монано подписатсия кунам ба канали мо. хоҳиш мекунам ҳамин комментарияда гапҳои ҳақорат накунам. назанам. ман барои мухлисонам сурудҳои нав ба нав эҷод карда як албом зиндонӣ, суруди барои муҳоҷират ғарибӣ, суруди асп, суруди туёна, назморо, клипҳои ҷаддӣ иншолло ба наздикӣ. саломат бошед. бори дигар хуш омадед. бинандагони азиз, барномаи 10 шарт буд тақдими шумо аз сомонаи Тоҷикон груп. то барномаҳои баъдӣ саломату пирӯз бошед. хайр. иқдоми нав ай спонсори мо Паримач. дар силкаи зери видео бида даромада регистратсия кунед, дар 50 сомон ставка кунед, дар дилхоҳбозӣ ва ҳар ҳафта дар розыгриши дастмонаки замонавӣ, наушникҳои беспроводной ва шоҳ ҷоиза Samsung A71 иштирок кун. Заряжай на лето с Паримач.